سلام. تو این برنامه ما ایده های بزرگ رو به بینش های روشن و کاربردی تبدیل می‌کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ کتاب راهنمای تهیه کننده افسانه‌ای ریک روبین و قفل خلاقیت رو با روش اون باز کنیم. تا حالا شده حس کنید خلاقیتتون خشک شده و گیر افتادید؟ خب، ریک روبین یه دیدگاه خیلی جالب داره. اون میگه این موانعی که ما حس میکنیم واقعی نیستن. در واقع اینا فقط یه سری داستانن که ما از روی ترس برای خودمون تعریف میکنیم. خب، حالا چطوری از این داستان‌ها رها بشیم؟ قرار اصول اصلی تفکر روبین رو با هم مرور کنیم. از تغییر طرز فکر گرفته تا تغییر محیط اطرافمون. خیلی خب، بیاین شیرجه بزنیم توی این موضوع. اولین قدم تغییر درک ما از نقشمون تو فرایند خلاقیته. ببینید، روبین معتقده که ما خودمون ایده ها رو به وجود نمیاریم. ما فقط یک جور کانال یا مجرا برای عبور اونها هستیم. وظیفه ما اینه که پذیرای دنیای اطرافمون باشیم، به جزئیات و داده های دور و برمون توجه کنیم و اجازه بدیم اینها از فیلتر ما رد بشن و توی کارمون جریان پیدا کنن. این ما رو میرسونه به کاربردی ترین ابزار برای شکستن سد خلاقیت. اینکه کلاً فراموش کنیم برای کی داریم چیزی خلق میکنیم. قشنگی دفتر خاطرات چیه؟ اینه که هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه قضاوتش کنه. اون تجربه و حقیقت مطلق شماست. حالا اگه این نگاه رو به کارتون بیارید، تمام ترس از قضاوت دیگران از بین میره. نکته واقعاً جالب در مورد این روش اینه که یه ایده بزرگ رو به چند تا مرحله ساده تبدیل میکنه. اول، فقط برای خودت خلق کن. دوم، ترس از قضاوت رو دور بریز، چون دفتر خاطرات که اشتباه نمیشه. و سوم، با لحظه حال صادق باش. یادتون باشه، هدف صداقته، نه بی‌نقص بودن. خب، اگه ایده ها قرار از طریق ما جریان پیدا کنن، پس چیزی که به دنیای درونمون راه میدیم فوق‌العاده مهمه. بریم ببینیم این یعنی چی؟ روبین یه زندگی خیلی محافظت شده، تقریباً مثل راهب‌ها برای خودش ساخته تا از دنیای درونیش مراقبت کنه. اینجا میتونید تفاوت یه زندگی واکنشی و شلوغ رو با یه زندگی مدیریت شده و آگاهانه به خوبی ببینید. موضوع این نیست که از هر محرکی دوری کنیم، نه. موضوع اینه که ورودی‌هایی رو انتخاب کنیم که بهمون خدمت میکنن. مثلا برای روبین کشتی حرفه‌ای آرامش بخشه. چرا؟ چون اون رو مثل یه تئاتر سورئال میبینه که هیچ نتیجه واقعی تو دنیای بیرون نداره و بهش اجازه میده بدون درگیر شدن فقط مشاهده‌گر باشه. بسیار خوب. پس شما دارید برای خودتون خلق میکنید و ورودی‌هاتون رو هم مدیریت میکنید. اما تکلیف موفقیت چی میشه؟ نتیجه چی؟ این سوالیه که خیلی از ماها رو فلج میکنه. انقدر درگیر نتیجه احتمالی میشیم که اصلا نمیتونیم کارو شروع کنیم. پس نکته کلیدی اینجاست. مشکل خود این سواله. وظیفه شما اینه که بهترین چیزی که از دستتون برمیاد رو بسازید. نتیجه یه اتفاق کاملا جداست که شما هیچ کنترلی روش نبرید. روبین یه توصیه دیگه هم داره. میگه همزمان روی چند تا پروژه کار کنید. اگه روی یه پروژه به بنبست خوردید، احتمالاً معنیش اینه که هنوز وقتش نرسیده. پس به جای زور زدن، با جریان انرژی همراه بشید. و بالاخره روش روبین فقط یه استراتژی برای خلاقیت نیست، بلکه یه فلسفه کامل برای زندگی کردنه. این اصول یعنی واسطه بودن، صداقت، اعتماد به فرایند، فقط به هنر شما محدود نمیشن. اینا شما رو تبدیل به یه شریک بهتر، یه دوست بهتر و در کل یه انسان بهتر میکنن. اینا روی روابط شما و نگاهتون به دنیا تأثیر میذارن. پس نکته آخر اینه. خلاقیت یه هدیه مرموز برای عده خاص نیست. یه شیوه بودنه که برای هر کسی که حاضر باشه از سر راه خودش کنار بره در دسترسه. خب، با این سوال بحث رو تموم میکنیم. اگه میدونستید هیچ کس تماشا نمیکنه، چی خلق میکردید؟